آمدی نوبهاری توبه شکن، پرنیان گشت باغ و برزن و کوی. عجیب از کجا آمد، چگونه آمد؟ یکی از زیباترین جشن‌های دنیا که از قدیم آمده است، کسی نمی‌داند که از کجا آمده است، در کدام وقت بوده است. فقط از روی خلاصه‌رانی‌های منطقی امروزه می‌توان گفت که از زمانی که انسانیت بود، زمستان بود، رفتن او بود، آمدن بهار بود، این پدید آمد. از همون وقت در اون زمانهایی که نه دین بود، نه اعتقاد بود، نه یگان چیز دیگر بود، آدمیزاد از عالم وحشانیت به عالم خود قدم میزد و آهسته آهسته دریافت و بعداً این به منزله یک جشن، یک زمان مقدس، یک روز مقدس، یک دوره نهایت زیبا که فرض کردیم تمام دوره خنکی، سردی، یک زمانی که بسیار دلگیر است و یک زمان نورانی فرا میرسد و هر سال دیگر هر کس که در جهان زندگی میکند میداند که بعد فلان وقت روزی خوش میاد، روزی زیبا میاد، برای او را انتظاری میکشد و در امتداد وقت این مبادل میشود به جشن. در امتداد سالهای پی در پی که گرفت از نسل به نسل و اما آن ثبت کتابی و یعنی که دیدنی که مشاهده می شود امروز اولین مراتبه در جامعه آریایی ظهور می کند. از دلیل‌های کتابی و از دلیل‌هایی که گفتم از سنگ نبشته ها و هر چیزی ساختمان‌های دیگری قدیم که بازماندن در همین سرزمین بودن، با همین خط اجدادی ما بودن، با همین زبان بودن و هر کسی دیگر که گفتن از ما گفتن که ایشان را چنین جشن زیبایی است. این چگونه جشن زیبا است که تمام جهان از او ستایش میکند که آریایی ها را چنین جشن زیبا است و ما خودمان که تماما آن چیزی که ما احساس میکنیم با دیگران او احساس ما را ندارن در همون دنیای قدیم که او را ما با وجودمان ساخته ایم. این سعادت بزرگ است که ما و شما بیننده هوشمندی ما باز به تبریک همدیگر رسیدیم. از نو زنده شدن. شما فقط یک چیز مشاهده کنید که شهر پرسپولیس یک شهر بزرگ برای نوروز ساخته شد و تمام دولت‌های متمدن دنیا، 22 دولت بزرگ، مرکزهای تمدنی عالم همه در یک امپراتوری بزرگ تاجیکان یعنی که اجداد ما جمع شده بودند. مرکزهای بزرگ مصر فرض کردیم، بین نهرین، آشور فرض کردیم، سوریه، قسمت‌های شمالی رود سیند، تمام آسیای میانه، خلاصه باختر، سوختر، کجا قفقاز، مرکزهای بزرگ تمدنی عالم بودن اینا. در اون وقت فرانسه و انگلیا و دیگر این چیزا مملکت‌های بودن که در جای دوم و سوم و امثال این بودن. ان همین مرکزهای بزرگ تمدنی همه تمام نمایش‌های خود را به ان همین شهری که پدران ما ساخته بودن به اینجا می آوردن. شما تصور کنید که در شهر پرسپولیس 22 مملکتی که در ان همین جمعیت بود، در ان همین در یک دولت متحد شده بودن، همه غناوت خود به نمایش می برد. ببینید که با چقدر زحمت، یعنی که 1 ماه و 2 ماه و شاید 3 ماه هم می رفتن، چقدر چیزهایشون در راه تلف می شد فرض کردیم، با وجود اون می بردن همون را به نمایش می گذاشتن و تمام جهان در حیرت می گذاشتن. نخست دانشنامه نوروزی پیشنهاد خواننده گشت با پیک نوروز و با لطف کارمندان دانشنامه ملی تاجیکستان و اگر این دانشنامه نوروزی
همه ما را سیر نوروزی دی می برد، حتما از مشکلی ها در راه درک نوروز آگاه خواهیم شد که این آگاهی برای هر کدام ما وارثان نوروز واقعا حتمی است. یک نامساعدی کار است، یک ناموافقی کار است از سبب ندانستن تاریخ و از سبب تعصب ناگواری که ما داریم. همین در اسلام هم تعصب هیچگاه قبول ندارن، مرد متعصب هیچگاه پذیرفته نمی شود در غیر او هم. یعنی که همه کسی که ذره دانش دارد میداند که تعصب بسیار چیزی بد است. انا به همین نوروز هم تعصبی که در جامعه ما مشاهده می شود، میگویند که نوروز فرض کردیم جشن زردشتی است، او زردشت برای ما لازم نیست. فرض کردیم این جشن کوروش و دارا و کیم کی بود، اینا زردشتی بودن، اینا به ما لازم نیست. اونا گناهگار بودن که قبل از دین اسلام متولد شدند، قبل از دین اسلام تمدن ها ساختن، تمام عالم را به تمدن کشیدن، آدمیت را، انسانیت را از عالم وحشیگی به عالم تمدن و فرهنگ کشیدن. مگر گناهگار بودن اونها؟ میگویند که ما اهل کتاب قبول داریم، زردشت و فلان و هر کسی که در پیروی او در دایره او بود قبول نداریم. خب درست قبول ندارید، برای چی قبول ندارید شما؟ وقتی که شما اگر میخواهید که اهل کتاب قبول دارید، هر که انجیل و تورات دارد قبول دارید، شما آیا میدانید که پدران بزرگ شما نامشان در تورات است؟ کوروش بزرگ در تورات است، دارای بزرگ است، خشیار شاه است، تمام داراهایی که در دولت هخامنشی‌ها بود همه اونها هستند. آیت ها است که در آیت ها نوشتند که خداوند کوروش را برای آن فرستاد که در جهان صلح آورد و تمام مردم را به تمدن کشد. ببینید خداوند او را برای چی فرستاد؟ اگر شما که به اهل کتاب باور دارید و به گذشتگان خود باور ندارید، اقلاً بروید به همون باور و از اون دریچه بدرید و شناسید که پدر و اجداد شما کی است. نوروز که جشن بزرگ آبا و اجداد ما است، درست گفتید که از اون در باید ببینید. اقلاً در اسلام هم هست که تمام دین ها گفت که آمد و در اسلام مکمل شد. پس از این نقطه نظرم اقلاً به تمدن گذشته باید که توجه کرد. این البته برای طبقه که متعصب هستن، این سخنها رو من برای اونها گفتم. اما اونهایی که از علم و تمدن و دینی والا و هر چیز دیگر که آگاه هستن، ایشان این بسیار با سهولت در میابند که حاجت به گفتن اونها نیست. برای انسان نونگر و زندگی ساز نوروز همه روز است و یا همه روز نوروز است. اگر ما خلقت نوروزی داریم و یا اگر ما خلقت نوروزی را در میافتیم، هر نفس ما در بیکرانه آفاق ثواب و شرافت می‌ریخت. ما باید که به نوروز بسیار ارج بزرگ گذاریم به همین جشنی که پدران زیبای ما گذاشتن. در برابر این جشن چنان جشنی بزرگ ساختن که جشنهای دیگر را در اطراف آن همچون گلدسته آفریدن و در عرفه همین جشن بزرگ مادران را ساختن که اون هم یک رمز آفرینش است. به منزله جشن نوروز یک آفرینش بزرگ دیگر. این وقتی که ارزش تاریخی دریافته شد از جانب راهبر دولت ما هم بسیار خوب پذیرفته شد و به زودی همچون جشن مادران، همون جشنی که در پهلوی این جشن بزرگ بود، احیا شد. پس جشن نوروز آیا جشن دینی است؟ نوروز هیچگاه جشن دینی نبود. نوروز جشن طبیعت است.
یعنی که برابر شدن شب و روز. برابر شدن شب و روز در بهار نوروز است، برابر شدن شب و روز در تیر ماه مهرگان است. این یک زمان قبل از زردشتی فرض کردیم تمام گذشتگان ما همه منجم بودن. فرض کردیم بابا و بیبی و مامای من فرض کردیم چنان از روزها آگاه بودن که امروز دانشمندان نمیدانند چنان را. آدمان عادیه که فرض کردیم 70-80 سال قبل از ما بودن که امروز این خیلی روز است، امروز روز خوب است، امروز روز نحس است، امروز در هوا که زردی از قبله آمد پگاه هوا این خیلی می شود، فلان ستاره در اونجا است، تیر ماه می آید، فلان این خیلی، یعنی که تمام چیزا گذشتگان ما می دانستند. این از شرافت نوروز بود. انا همین بزرگترین همه اینها نوروز بود که همه اینها از این سر زدن. تمام 365 روز برای آریایای قدیم روز جشن بود، هر روز نام داشت. یعنی که بینید که با طبیعت چگونه گذشتگان ما خود را در آویخته بودند، چگونه چون تار و پود آمده بودند و هر دین بعد آمد از این بزرگی ها در اون لباس زردشتی پوشاندن. فرض کردیم زمانی آمد در زمان اسلام هم یک وقتا نوروز بسیار پرشکوه شد در دوره‌های خلیفه های گوناگون. در زمان شوروی آمد محو شد، آمد حاضر با انا همون حالت طبیعیه که در قدیم داشت. از همه اون لباس ها بیرون شد، حالا در لباس طبیعی خود، یعنی که باز همون برابر شدن شب و روز جشن گرفته می شود. مهرگان برابر شدن شب و روز در تیر ماه جشن گرفته می شود. یعنی که این جشنی که خداوند برای این ملت تقدیم داشته است از قدیم همچنان تا جهان است و این ملت است. این جشن به نام همین ملت می رود. امروز هم که جهانیش در تمام دنیا با نام زیبای تاجیکی نوروز در تمام جهان رایج است که این بزرگترین افتخار برای ما است و هر مردی که تعصب است اقلا همین جامعه تعصب را از رویتان بدر کنید و دریابید که حرف سر چی است. دل پیر و جوان نوروز خواه است، زمین و آسمان نوروزگاه است. در این یک چند روزی سبز در سبز نسبزیدن گناه است. اگر گندم های نوسبز خاک را نسخه یوسفستان کرده، اگر دال و درختان گلاویز گشتند، اگر بچه ما و شما با گل بهمن در دست پیش از ما صدای آمدن بهار را شنیده، پس خوشا و شکرانه که نوروز آمده. تازگی های نوروز بینید که چی است. در قدیم اولین کاری که میکردن تمام کالاهای کهنه خود میپرتافتن. همین درد و رنج و هر چی که سری همی بود همون هم میپرتافتن. اگر که نو هم که بود همه چیز میپرتافتن و همه چیز از نو شروع میکردن. بینید طبیعت نوروز چی چیز برای ما پیشنهاد میکند که ما باید چیکار کنیم. در تمام سال مردم انتظار روز نوروز میکشیدن که در آن روز هر کس که قاری بود حتما آشتی باید شود. یکی از رکنهای نوروز این بود و میخواست نمیخواست باید که آشتی میشد. در همون روز هر جنگ، هر نابسامانی که در عائله بود، در بین دولت ها بود، اون باید که از میان میرفت. نفرایی که در محبس ها بودن و امثال این در روز نوروز حتما قسمت بیشتری آنها که سبکتر بود اونها حتما آزاد می شدن. به اصطلاح امروزه امنیستیا در روز نوروز بود. از این جهت تمام کودک و میده و ریزه به اصطلاح روز نوروز به خاطر تحفه گرفتن امثال این از یکدیگر چی میکردن و بزرگترین عملهایی که در نوروز میرفت این تحفه دادن بر یکدیگر بود که تحفه همه وقت مهر و محبت دو کس به یکدیگر بسیار افزون میکند. به استادان معظم، به قلموران فردا افروز، به عزیزان تازه آغاز، به اهل ذوق و به اهل راز، یعنی به نفرانی که در بغل ناموس ملت دارند و
خود از علم و از اعتقاد و از تحقیقات احترام قائم باید بود که ایشان با کوشش ها از دل به دل، از مرز به مرز و از دی به امروز و از امروز به فردای جاویدانه برای نوروز شایسته نقب کردند. از همه بزرگتر در نوروز میر نوروز بود. میر نوروز کی بود؟ میر نوروز آن بود که آن همین طبقه جشن گیرنده نوروز خودشان این را به اصطلاح بافته و برآورده و تأسیس داده بودند. برای چی؟ برای آنکه در مملکت حتما در امتداد سال کمبودی می رود. البته وی رئیس دولت است، امیر است، وزیر است یا شاه است، حتما یگان کمبودی میکند، زیرا که انسان به کمبودی نیست و خلل‌های هم در دولت می رود، برای که چندین نوع حکمران است، فرض کردن فرمان ها است، امثال این. میر نوروز همه اینها را گرد می آورد و به طور نیم شوخی و نیم جدی در میدان گرد می آمد و بر تخت می نشست و 5 روز حکومت می کرد و تمام کمبودی های مملکت را در رو بروی مردم می گفت، حکم می برآورد، نیم شوخی و نیم جدی، و راهبران مملکت از این خلاصه می برآوردند که چی باید کرد. نه به مانند امروز که دولت ها می نگرند که کی فرض کردیم طرف مقابل او را تنقید کند و بعد فهمد که ما در اینجا کمبودی داریم. فرض کردیم در تمام دولت های دنیا مشاهده می شود. اما بینید که پدران ما چه راه کافته برآوردن، یعنی که میر نوروزی آفریدن به همین خاطر که ما کمبودی ها رو خودمان میگوییم، در روی یکدیگر میگوییم، اما سخت نمیگوییم، از راه شوخی میگوییم، نیم جدی و نیم با هزل و چی میگوییم، تا اینکه مؤثر باشد و کسی رنجیده نگردد، کسی نرنجد. بله. و دیگران، هر کس که دست قدرت دارد باید آنها رو با آهستگی رفع کند. این ببینید نوروز چه زیبایی ها دارد. نوروز زیباترین آفریده خداوند است که او را برای ما نصیب دیده است و ما را گفته است که به دیگران تقدیم داریم. ای ملت تاج بسر و تمدن آفر، مبارک باد برایتان دیدن دوباره جمال نوروز وطن. چو پایانداز مخمل نثار قدوم مبارکتان باد، همه بنفشه ها و حلبوها و لاله ها و یاسمن های معصوم که در هر سرورشان زیبایی واقعا هم فریاد میزند. نوروز مبارک ملت من که در قلب خیش، در تار و پود سیرشت خیش، عشق را، هویت را، جوانمردی را، نوروز را از هلاکت نجات داده. نوروز مبارک!